هم شاید بعد از دیدن فصل آخر استرنجر تینگز همچین حسی داشته باشید. ولی اگه بخوای نیمه پر لیوانو ببینی متوجه این میشی که چیزای خوبی هم داشت که حداقل بعضی وقت خودتو درگیر خودت کنی. توی این لیست سریال‌های مشابه اتمسفر استرنجر تینگز داریم که هر چی به شماره 1 نزدیک‌تر میشیم سریال‌ها خفن‌تر و قوی‌تر میشن که حتی میتونن با استرنجر تینگز رقابت کنن. رتبه 10 بادیز. یه جنازه 4 زمان مختلف و 4 کارگاه. 1890، 1941، 2023 و 2053. اگه فکر میکنی سریال دارک ذهن تو به هم ریخته بود، این یکی مغزت رو مچاله میکنه. فضای تاریک لندن، بازی خفن بازیگرا و داستانی که هر قسمت مغزت رو به دیوار میکنه. واقعاً دیدنی. رتبه 9 خاکستر. یادتونه تو استرنجر تینگز اون صحنه‌ای که مایند فلیر آدم‌ها رو کنترل می‌کرد؟ این سریال کلاً همون ایده رو برده چند لول بالاتر. یه دنیایی رو تصور کن که موجودات فضایی میان ولی حمله نمی‌کنن، بلکه خودشون میشن ما. اینجا دیگه خبری از دوچرخه سواری بچه‌ها نیست. اینجا هیوله‌ها واقعاً خطرناکن. میکشن، تیکه پاره میکنن، زنده میدرن. نه گروه نجاتی هست، نه قهرمان بازی. فقط یه قانون وجود. یا فرار کن یا نابود شو. رتبه 8 لاک و کلید. اگه از حال و هوای بچه‌ها در برابر هیوله‌ها خوشت میاد، این دقیقاً همونه. ولی با جادو. یه خونه قدیمی پر از کلیدهای جادویی. هر کلید یه قدرت عجیب داره. یکی میتونه روح تو از بدنت جدا کنه، یکی میتونه ذهن تو باز کنه، یکی تو رو به هر جایی ببره. اما هر جادویی یه بهایی داره. و اینجا یه شیطان است که برای به دست آوردن اون کلیدا حاضر هر کاری بکنه. رتبه 7 1899. اسازنده های سریال دارک، کشتی وسط اقیانوس. همه چیز عادیه تا اینکه یک کشتی گم شده پیدا کنه. خالی، ساکت، ترسناک. واقعیت، توهم یا شبیه سازی. آخر هر قسمت یه جوری تموم میشه که فقط میگی نه الان تموم شد. بعد از دیدنش دیگه به هیچ چیزی اعتماد نمی‌کنی. رتبه 6 آرشیو 81. یه آرشیویست تنها، یه ساختمان متروکه و نوارهایی که نباید دیده می شدن. اون داره نوارهای 25 سال پیش رو ترمیم میکنه، اما صداهایی که میشنوه فقط ضبط نیست، باهاش حرف میزنه. 2 خط زمانی، یه فرقه شیطانی و وحشتی که آروم آروم وارد مغزت میشه. این سریال جامپ اسکر الکی نداره، فقط ترس واقعی و خفه کنند. رتبه 5 ما همه مردیم. نسخه زامبی استرنجر تینگز. زامبی هایی که نمیدوند، میپرن، میدرن، میکشن. اما ترسناکترین بخشش زامبی ها نیستن. سوال اینه، حاضری برای زنده موندن دوستتو بکشی؟ احساسی، خشن، دردناک. این سریال ممکنه اشکتو در بیاره. رتبه 4 فرام. یه شهر عجیب که واردش بشی دیگه راه برگشت نداره. هر چقدر رانندگی کنی باز برمیگردی همونجا. اما ترس واقعی شبا شروع میشه. موجوداتی میان که شبیه آدمن. مهربون حرف میزنن اما فقط کافیه در رو باز کنی. ترکیب خفن لاست و استرنجر تینگز که مغزتو منفجر میکنه. رتبه 3 آکادمی آمبرلا. اینجا دیگه خبری از قهرمان‌های نرمال نیست. یه خانواده عجیب. هر کی از یکی دیوونه تر. یکی با مرده ها حرف میزنه، یکی دنیا رو نابود میکنه، یکی مغزش مال یه پیرمرده توی بدن یه بچه. دیوونه کننده، پرهیجان، متفاوت و خفن. رتبه 2 مسائل خانوادگی. یه خانواده معمولی که پشتش کلی راز تاریک خوابیده.
بچه‌ها، مدرسه، مشکلات خانوادگی. اما پشت همه اینا یه دنیای خطرناک و خونی. این سریال نشون میده یه پدر برای محافظت از خانواده‌اش تا کجا میتونه پیش بره. این سریالیه که حتما باید ببینید. رتبه 1 The Last of Us. میدونم این یکی دیگه نیاز به معرفی نداره، ولی این فقط یه سریال نیست، یه احساسه. اگه تو استرنجر تینگز رابطه پدر دختری رو دوست داشتی، اینجا همون حس و به حس بده. ولی چند برابر بیشتر. دنیایی که آدم‌ها از هیولاها خطرناک‌تر و وقتی صدای کلیکرها رو میشنوی، دموگورگن یادت میره. نمره 8.5 الکی نیست. فقط فصل اولو ببین، همون کافی. خب حالا بگو کدومش رو اول میخوای ببینی؟ برام کامنت کن و اگه از این سبک محتوا خوشت میاد سابسکرایب کن.